سلام سلام سلام، روزتون بخیر دخترا، پسرا، مامانا، باباها. بریم قصه. اسم قصه امروزمون دایناسور کوچولوی عصبانی. فرد دایناسور کوچولو حسابی عصبانی بود. آخه اون هر کاری میکرد نمیتونست بند کفشش رو ببنده. فرد واقعاً داشت از کوره در میرفت. حالا اون باید دنبال یه جفت کفش بدون بند میگشت. اون تمام کشوها رو زیر و رو کرد ولی کفش‌های بدون بندش رو پیدا نکرد. فرد حتما باید اونا رو یه جایی همین جاها گذاشته باشه ولی هر چی میگشت اونا رو پیدا نمیکرد. فرد همه جای خونه رو حسابی گشت. اون حتی زیر تخت رو هم نگاه کرد ولی هیچی پیدا نکرد و هر چقدر که میگشت و چیزی پیدا نمیکرد عصبانی تر و عصبانی تر میشد. فرد اینقدر با عصبانیت این طرف و اون طرف خونه رو میگشت که حواسش پرت شد و انگشت پاش رو کوبون به میز ناهارخوری. فرد که حسابی دردش اومده بود و عصبانی بود یک غرش دایناسوری عظیم کشید، یک غرش بلند جوری که زمین لرزید. مامان و بابای فرد که پشت آتشفشان بزرگ خوابیده بودن صدای غرش عظیم فرد رو شنیدن و بیدار شدن. پدر و مادر فرد ازش پرسیدن او فرد چی شده؟ چرا اینقدر عصبانی هستی؟ فرد با عصبانیت گفت همه چی خرابه، همه چی. مادر فرد که تعجب کرده بود گفت خب من مطمئنم که همه چیز نیست. فرد دوباره با عصبانیت گفت همه چیز خرابه. پدر فرد پرسید واقعاً همه چیز؟ ولی فرد که حسابی عصبانی و کلافه بود تصمیم گرفت که همونجا بشینه ولی اونقدر عصبانی بود که پشت سرش رو نگاه نکرد و ندید که اونجا یه کاکتوس بزرگه. فرد ناگهان از جا پرید و با گریه گفت آی. فرد اومد با دستش دمشو بگیره ولی حواسش نبود که خار توی دمش رفته. خارای توی دمش رفتن توی دستش. فرد دوباره داد زد و گفت آی ببینید حالا باورتون شد امروز همه چیش بده، خرابه. مادر فرد با مهربونی گفت من به نظرم میاد که تو باید چند تا نفس گنده بکشی. آخه شبیه اون آتشفشان شدی، هی داغتر میشی و بیشتر بخار میکنی. اگه چشمهات رو ببندی و چند تا نفس عمیق بکشی خیلی زود آروم میشی. اون وقت میتونی حواست رو بیشتر جمع کنی و ببینی که داری چی کار میکنی. من مطمئنم که اونجوری حالت خیلی بهتر میشه. حالا همه جا ساکت بود و فرد میتونست صدای نفس خودش رو بشنوه. فرد میتونست هوای خنک رو توی بدنش حس کنه که مثل یک لیوان شربت خنک داشت حالش رو خوب میکرد. اون میتونست دوباره آروم نفس بکشه و مغزش حسابی آروم شده بود. متوجه شد که قبلا چه حسی داشته. اون مثل یک آتشفشان داغ شده بود و قلبش تون میزد و خون توی بدنش تون حرکت میکرد و دلش میخواست با یکی دعوا بکنه. اون حالا دیگه اون حس رو نداشت. الان متوجه شده بود که همه جا امن و امان و ساکته. همونطور که فرد اونجا ایستاده بود و نفس میکشید فکری به ذهنش رسید. فرد کوچولو گفت من الان یادم اومد که کفشای بدون بندم کجان. من دیروز وقتی میخواستم تو اون گودال گل شنا کنم اونا رو از پام در آوردم. الان میرم و اونا رو میارم. فرد سریع به سمت جنگل دوید و به سمت گودال گل رفت. تا به اونجا رسید کفشهاش رو دید که صحیح و سالم کنار گودال گل افتاده بودن. حالا که فرد حالش بهتر شده بود یادش اومد که بازی کردن و شنا کردن توی اون گودال گل چقدر باحال بوده.
فرد بلند گفت من فکر میکنم که اصلا نیازی به کفش ندارم. فرد این رو گفت و با شادی توی گودال پرید و شروع کرد به گل بازی. گل حسابی گرم و نرم و دنج بود. فرد کل روز توی گل غلط خورد و شنا کرد و حسابی خوش گذروند. وقتی که فرد توی گل شیرجه میزد زمین به لرزه در می اومد، ولی همه ترجیح میدادن که زمین از شیرجه فرد به لرزه، نه از داد و غرشش. خب اینم از داستان امروزمون. بچه ها، شما تا عصبانی میشید چه کار میکنید؟ شما هم دوست دارید مثل فرد نفسای عمیق بکشید؟ وقتی که نفس عمیق میکشید مثل اینه که یه لیوان شربت خنک میخورید. بدنتون خنک میشه و آروم میشید. دیگه بگید شما وقتی عصبانی میشید چه کار میکنید؟ آهان، نقاشی کشیدنم خیلی خوبه. وقتی عصبانی میشید برید یه گوشه و نقاشی بکشید. حتی اگه شده خط خطی کنید ولی آروم بشید. خاله مریم دوستتون داره. مراقب خودتون باشید.